سلام بچه‌ها، امروز قراره بریم ببینیم میتونیم وقتی تو مرحله اصلی گورما هستیم از اون جزیره خارج بشیم یا نه. ویدیو خیلی جالبیه، پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. ما واسه ترک کردن گورما باید به سمت شمال بریم معمولا. واسه همینم باید وسط مزارع رد بشیم. بریم امتحان کنیم ببینیم میتونیم یا نه. من اینجا اومدم به صورت خیلی سوسکی و یواشکی وسط مزرعه رد بشم. ببینید چه اتفاقی افتاد. بعد شما به هیچ عنوان نمیتونید از جزیره خارج شید. اما منو که میشناسه یه راحت پیدا کردم که عقد جنم بهش نمیرسه. شما باید وارد این مرحله که با داچ انجام میشه برید. این همون مرحله هستش که باید خاویر رو نجات بدیم. من تیکای کوچکی از این مرحله رو براتون میذارم که یادآوری بشه واسهتون. Buenas noches. Dinero, the money, the gold. Dutch, what are you doing? Jesus. Easy, Dutch. None of that football. They won't notice us if we stay quiet. خب بچه اینجا رو دقت کنید. وقتی به اینجای مرحله که باید انبار شکر رو منفجر کنیم رسیدیم، صبر کنید تا داچ کارش رو انجام بده. منتظر میشیم تا داچ این دیالوگ رو بهمون بگه. بیرون منتظر بمون. موقعی که بهمون گفت بیرون منتظر بمون، اینجاست که کار ما شروع میشه. شما سریع باید از این دیوار رد بشید. بچه‌ها دقت کنید، باید مسیر من رو دقیقاً دنبال کنید. اینجایی که علامت میزنم. وقتی وسط مرحله بازی این کار رو انجام بدید میتونید به صورت مخفیانه از وسط مزرعه ها عبور کنید. حواستون باشه: 1. تیراندازی به هیچ عنوان نکنید. 2. جلوی دید هیچ کسی نرید. و همینجا مسیر منو دنبال کنید. بچه خیلی جاشو میذارم دورتون که خسته نشید. و اینجا میرسیم به یه جاهای خیلی عجیب غریب که راکستار زیاد روشون کار نکرده. خیلی عجیبه. بچه دقت کنید، در طول مسیر فقط باید به سمت حرف N یعنی شمال بریم. اگه همینجور که گفتم به سمت N برید یعنی همون شمال، به ساحلی میرسید که اون سمتش همینطور که میبینید سندنیسه. حالا ما باید یه راه پیدا کنیم که بریم به سمت سندنیس ببینیم میشه یا نه. من کل این جزیره اینجا رو ساحل کامل گشتم، چپ و راستشه. اینجا باید به سمت راست ساحل بریم. همین مسیر من رو دنبال کنید تا برسید به این قایق و بریم به سمت سندنیس. اگه یکم دقت کنید موجای دریا هم باگه. خیلی عجیبه. اینجا هم دقت کنی قایق جلوتر نمیرفت.
یه خورده به سمت راست که رفتم دیدم داره میره جلو. و رسیدیم به شهر سندنیس. بچه حواستون باشه ویدیو تموم نشده، صبر کنید ببینید در ادامه چی میشه، خیلی جالبه. تو ذهنم خیلی سوال برام پیش اومد که الان خانواده کجا هستن. پس تصمیم گرفتم برم سمت کمپ قدیمی ببینم چه خبره. Clear the way. Lord, no! What the hell? No! Don't do it! Slow up now. همینطور که میبینید کسی اونجا نبود. این حدسو خودم هم میزدم چون بعد از سرقت اونجا لو رفته بود و همه اینجا رو تخلیه کرده بودن. اما یه فکر دیگه به سرم زد. شما وقتی مرحله اصلی گورما رو تمام کنید برمیگردید به شهر سندنیس. دوستاتون داخل این عمارت یه نامه گذاشتن که کجا کمپ زدن. الان میخوام برم اون کمپ هم نگاه کنم ببینم هستن اونجا یا نه. Easy now. متاسفانه اینجا هم کسی نبود. Yep. تصمیم گرفتم به بانکم که دستبرد زدیم یه سری بزنم. حتی داخل بانک هم رفتم. بچه اینجا جایی که با دینامیت ترکوندیم و فرار کردیم. ولی کلا احساس میکنم همه چی باگه. چون از مرحله اصلی ما یه باگ زدیم اومدیم بیرون. Yep. How do you do? اینجا هم جاییه که روزیا کشته شد. بچه ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید.